شاعر میگه بدترین نوع عشق مثلث است. ابلیس عاشق خدا بود، خدا عاشق انسان و انسان عاشق خودش. شاعر این شعر یه فرد گمنامیه به گفته خودش که حداقل 98% نمیشناسنش، اما بنده خیلی وقت دنبالش میکنم، قریب به 6 ساله دنبالش میکنم، شعراشو دارم، آهنگاش بده. اما بحث اصلی اینجاست که بدترین نوع عشق مثلث است کامل نشد، یه حقیقتی توش نهفته است. حالا به گفته شاعر شیطان عاشق خدا بود، خدا عاشق انسان بود، انسان عاشق خودش. کامل نشد این مثلثه. حقیقت اینجاست که اگه انسان عاشق شیطان بشه این مثلثه کامل میشه و نمیدونم چه تفسیری توش هست، شما خودتون بگین.